سنت های راتبه و مؤکده که همراه با نمازهای فرض خوانده می شود: 2 رکعت قبل از فجر، 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر، 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از نماز عشا هست. مجموعاً 12 رکعت. قبل و بعد از نماز عصر هیچ گونه سنت راتبه و مؤکده وجود ندارد. منتها در این زمینه روایتی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله رحمت بکنه کسی رو که قبل از عصر 4 رکعت نماز بخواند، یعنی نماز نفل یا سنت. منتها در این حدیث اختلاف وجود داره. برخی از علما گفتند صحیح است و برخی گفتند که مشکل سندی دارد. در هر صورت اگر کسی بنابر این روایت قبل از عصر 4 رکعت بخواند اشکال ندارد.